امروزه بسیار از کسان را میبینم که در رسانه‌های اجتماعی میآیند و میگویند به خاطر فلان جا یا به خاطر فلان افراد از اسلام بدم آمد و اسلام را ترک کردند. در واقع این افراد از همان ابتدا در ایمان خود صادق نبودند و جز از کفار و منافقین بودند، چون اگر کسی واقعا به حقانیت یک چیز باور داشته باشد، اشتباه مردم باعث نمیشود که آن حقیقت را رد کند. اسلام یک جغرافیا نیست که جغرافیا تعیین کننده اش باشد، و نه هم یک فرد یا گروه است که یک فرد یا گروه تعریف کننده و تعیین کننده اش باشد. اسلام به تنهایی خود یک جهان بینی، یک دین و عقیده مستقل است. بسیار از کسانی که امروز نفرت از اسلام را با رفتار دیگران توجیه می‌کنند، از این بهانه برای دور کردن مردم از اسلام استفاده می‌کنند. اینها به دلیل کودن بودن و جاهل بودنشان نمیتوانند یک استدلال در مقابل اسلام بیاورند، و همین خاطر اشتباهات انسانها را به اسلام نسبت میدهند تا در دل دیگران نیز شک و نفرت ایجاد کنند. هوشیار باشید و این افراد را بشناسید. کسی که حقیقت را به خاطر عملکرد انسانها رد میکند، نشان میدهد که ابتدا باورش بر پایه یقین و اخلاص استوار نبوده است. فریب کسان را نخورید که میخواهند با سوء استفاده از اشتباهات افراد شما را نسبت به اصل اسلام بدبین سازند. اسلام را از قرآن، سنت و آموزه های خودش بشناسید، نه از رفتار کسانی که ممکن است برخلاف آن عمل کنند. الله المستعان.